رحیم و مهربان به برنامه جدید تلویزیونی صحت جسمی و روحی خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرین. امیدوار هستم که هر کدامتان جور و صحتمند بوده و برنامه ما را که برنامه بسیار جالب تهیه دیدیم تا آخر تماشا کنید. دلوی خدای پنوم دی جسمی او روحی صحت لیدونکو سلام. خب دوستای عزیز، ما شعیب مجری یا گرداننده برنامه راز زندگی هستم که از طریق 107 پارس پخش میشه و امروز جای افتخار است و بسیار خوش هستم که دکتر صاحب نوری را در برنامه جدید تلویزیونی صحت جسمی و روحی ما همکار هستم و این برنامه خود شما است. دکتر صاحب میشه خود را به بیننده های ما معرفی کنین؟ تشکر. بینندگان عزیز، اسم من پادشاه نوری است. متخصص امراض داخله و قلبی هستم. کار در فنلاند شفاخانه میکنم. تشکر دکتر صاحب. خب از نام از این برنامه پیداست که نامش بسیار خوب، نام زیبا و مقبول را انتخاب کردیم به نام صحت جسمی و روحی. اگر شما بر بیننده های ما بر چند لحظه در مورد از این که هدف از این برنامه چی است و چی میخوای این برنامه چی را میخوای به مردم ما، به هموطنان ما برسانه؟ تشکر، سوال خوب بود. صحت جسمی و روحی ما هر دو را از یک دیگه جدا کرده نمیتونیم. ایمان داره، باور داره که ما یک زندگی روحانی هم داریم. فرق دو زندگی جسمانی و روحانی است که زندگی جسمانی دیده میشه، ما جسم داریم، در روی زمین هستیم و جسم ما ارگانهای مختلف داره و کارهای مختلف میکنه. این آسان تر است که را بفهمیم. ولی در زندگی روحانی او زندگی است که او دیده نمیشه. این زندگی روحانی ما که داریم، کسایی که ایمان داره، در این زندگی روحانی تنها خداوند زندگی را میبینه و این اردویش مهم است. مرض زندگی روحانی اصلا علت مرض جسمانی شد. مثال ساده ایش اگر بگویم، گناه آدم آورد بهشت، نافرمانی از خداوند باعث خروج آنها از بهشت شد. پیش از این خداوند بهشت جور کرد، با عشق و محبت آدم را جور کرد، روح مقدس خود دبینی او دمید، او زنده شد و با از عشق و محبتی که در مقابل آدم داشت برای او هوا ساخت. در بهشت ضرورت به عقل را داشتیم، چرا هر چیز مهیا بود. وقتی که شیطان قدرتی است بر ضد خداوند، او میآید به شکل مار، او باعث گفتگو با هوا میشه و برش میگه که بخوازی درخت. اول سوال او که غلط بودی بود، آیا خدا گفته که از کل درختان نخورین؟ ببینین سوالش از دروغ شروع میشه. او گفت نه، خدا تو نگفته. او گفت بر از یک درخت نخور، اگه بخورین میمورین. او برش میگه نه ببین بخور که فهمیده میشی. این گپی او راست بود. شیطان وقت که هوا خورد، اولین چیز که شد عقل در مغزش آمد، احساس لوچی کرد، او شرمید. فکرتان است؟ اینجا اینمی مرض روحانی که به نام نافرمانی از خداوند، یعنی او را ما گناه می نامیم، علت برآمدن از بهشت شد. ما را در جهان از بهشت بیرون کرد، در بهشت بسته شد و باعث امراض جسمی ما شد. این علت اینمی بود که بسیار خوب. شما میخواستین امروز در مورد یک قلب صحبت کنین. خب اهمیت قلب در این مورد اگر مسئله اینمی است که این پروگرام بازم که بگم قسمت دو داره. قسمت صحت جسمانی ما میخوایم تنها راجع به امراض جسمانی، بله، و بالخصوص ما انتخاب کردیم امراض قلبی، چرا که این امراض خطرناک است، تشخیص زودتری و تداویش بسیار مهم است که تا باعث مرگ انسان نشود. فکرتان است؟ از او خاطر این قسمت تنها در قسمت جسمانی میاد و در قسمت روحانی باز مفصلا
تفصیل راجع به زندگی روحانی میدیم. امروز میخواستیم که چون اکثر مردم میگه که ما سینه دردی داریم، ولی بدبختانه که مردم افغانستان و کشورهای جهانی سوم چون بی‌سواد است، حتی ما نمیفهمه که قلب در کجا وجود داره. ما فکر میکنیم که ما میخوایم که شروع کنیم یکم ذره از آناتومی قلب که بینندگان او را بفهمه که قلب در کجاست. ببینین بینندگان عزیز، امیالی میخوایم خلاص یک معلومات خلاص در مقابل قلب بدیم. قلب اصلا این قفس سینه است. قلب در قفس سینه وجود دارد و در قفس سینه ارگانهای مختلفی وجود دارد که وظایف مختلف اجرا میکنه. امراض این ارگانهایی که در قفس سینه هست هم باعث درد سینه میشه. از او خاطر به ما مهم است که ما کوشش میکنیم که شما خودتان بتانین فرق سینه دردی که علت آن قلب است او را تشخیص کنین و زودتر پیش دکتر برین. قلب وظیفه پمپ کردن خونی که با اکسیژن است به بدن میرسانه و گرفتن خون ناپاک که یعنی اکسیژن کم داره پس به قلب راست است. یعنی قلب چپ خون پاک را به بدن میرسانه و مواد غذایی را به حجرات مختلف، و قلب راست که هست توسط وریدا خون ناپاک به قلب راست میرسانه. یعنی بیننده‌های ما فکر نکنن که ما دو قلب داریم، ما یک قلب داریم و بطن چپ و بطن تشکر. بله، یعنی قلب راست و قلب چپ. طرف راست قلب و طرف بله. چپ. طرف راست قلب خون را از بدن میگیره، به شش میرسانه، در شش پاک میشه، اکسیژن میگیره و به طرف چپ قلب میرسه. طرف چپ قلب باز او را پمپ میکنه، به بدن میرسانه. این وظیفه قلب بود. و ساختمان قلب اگر براتون بگویم که قلب 3 سیستم داره. سیستم برقی داره، سیستم شریانی داره و سیستم عضلی داره. و اینجا ما دیدیم که به شکل افق قلبی شکل دیده میشه و به عمودی و افقی. دوستای عزیز، اینجا که میبینین قلب راست وریدا خون داخل میشه، از طرف قلب راست پمپ میکنه، توسط شریان شیشی میره به 6 اکسیژن میگیره. پس خون میره طرف چپ قلب چپ، طرف چپ قلب و بیرون میره به شریان کلان قلب کل بدن. یعنی سیستم عضلی بود. سیستم شریانی، ببینین اینجا قلب، سیستم شریانی قلب چپ، شریانایی که چپی کلان داره که اون با دو تقسیم میشه. برای قلب چپ اکسیژن و خون میرسانه. قلب راست شریانی داره، او هم باز برای ریشه‌های مختلف تقسیم میشه و رسانه خون به او میکنه. این معلومات کوتاهی بود که درباره قلب شما دادیم تا بفهمین قلب در کجا وجود داره. خب برصد ما در چند برنامه آینده ما بیشتر در مورد امراض قلبی، علائم امراض قلبی و همچنان چاره‌اش یا وقایع و تداوی امراض قلبی صحبت خواهد کردیم با شما یک جای. و بسیار جالب است که بفهمیم ما همه هموطنان ما، حال هم دکترها و طبیبا در افغانستان هم زیاد شدن نام خدا و مردم هم آگاهی دارن. برصد بسیار تشکر میکنیم و در قسمت دوم برنامه از ما شما سوال خواهد کردیم از زندگی خود شما و ای که چرا شما انتخاب کردین عنوان صحت جسمی و روحی را و ما شما صحبت خواهد کردین. دوستای عزیز، حال یک وقفه داردیم، با ما باشین، دوباره برمیگردیم.
شما بیننده برنامه جدید تلویزیونی صحت جسمی و روحی هستید و ما شعیب مجری برنامه راز زندگی امروز دکتر صاحب نوری را در این برنامه جدید همکاری میکنم. خب دکتر صاحب نوری، ما در مورد نام از این برنامه گفتیم که نامش صحت جسمی و روحی است. شما میشه که در مورد صحت جسمی و روحی خود بر ما یک ذره بر بیننده های ما معلومات بتین در مورد زندگی خودتان؟ تشکر. این سوال بسیار خوب بود، به خاطر خود را ما میشناسیم و میتانیم که چه کارا در ما صورت گرفت. پیش از اینمی که مسئله که صحت روحی و جسمی چرا ما انتخاب کردیم، یکی از علتهای اینمی بود که آمدیم برای تحصیل. ما میدانستیم که در کشور ما امراض بسیار زیاد وجود داره، ضرورت به دکترا داره. تحصیل کردیم، تخصصا گرفتیم، آرزو داشتیم که شبخانه را در افغانستان جور کنیم. من رفتم 2004 در افغانستان و 2009. وقتی در افغانستان ما رفتیم، از فامیل تا مردم دیگه گرفته همیش میدانست که نمیجا ما یک دکتر داریم، متخصصی آمده. کس سوال دردهای جسمانی، امراض جسمانی از کس نشنیدیم. باور کو که ما فکر میکنیم که 2 نفر آمد یک گفت که ضربان قلب داریم و یک همشیره خودی ما بود که صحبت کردیم. دیگه با کس این صحبت نبود. اصلا صحبتهای کاملا دیگه بود. در این وقت ما فهمیدیم که این تحصیلی که ما کردیم که مریضا را تداوی کنیم، این تحصیل ما کفایت به وطن ما نمیکنه. در این وقت یک مرضی نو کشف کردیم، مرضی که بسیار خرابتر نسبت با امراض دیگه ای که وجود دارد. فر مرض قلبی یا گشتاوش سکته قلبی، کسی میموره که مرض جریان امراض شریان داشته باشه. ولی دیدیم در افغانستان مرضی است که آدم صحت، بی صحت، پیر، جوان، حیوان، حتی کوهار خراب میکنه و تشخیص این مرض را تا نه دنیا کرده، کوشش ها کردن علائمش را تداوی بکنه، حتی کل دنیا، ولی هیچ کس تا اما دوای واقعی یا تشخیص واقعی مرض نکرده بود. این مرض چی بود؟ جنگ. و علت جنگ چی بود؟ امراض روحانی. و طبیبی این امراض کیست؟ خداوند. ما خود را بسیار کوچک احساس کردیم. از او خاطر ما گفتیم اگر ما میخوایم با کشور خود و کشور جهان سوم کمک بکنیم تا که شروع از امراض روحانی نکنیم و خداوند شفا با امراض روحانی نده، ما باور نمی کنیم که صحت جسمانی ما جور بشه. این علت بود. خب در مورد زندگی خود بر بیننده های ما در مورد گذشته تحصیلاتتان همچنان چطور به ایمان آوردین به خداوند؟ اینجا چرا باز که پس بگردیم به صحت جسمی و روحی در خود ما چی تغییراتی آمد؟ ما خود ما در یک فامیل مسلمان مذهبی تولد شدیم. 5 بنای اسلام را تا اندازه‌ای که تانستیم رو اجرا میکردیم. به مسجد میرفتیم. مادر شیرینم همه چیزا را بریم یاد داد. دعا میکردیم بعد از نان خوردن که کار خوب بکنیم، دزدی نکنیم، بد نگویم. همه چیزا را یاد گرفتیم. پدرم نصف شب میرفت در مسجد ببینه که کس مسافر نامده باشه. اگر مسافر میامد مادرم باید میخیست و غذا را پخته میکرد میرسد. خدا پدر ما را بهشت بده و مادر خود را صحتش میخوایم. ولی ما خود ما در مسجد میرفتیم، تحصیل میکردیم، به نام مولای خود یاد میشدیم. خداوند در وقت با ما به شکل یک خداوندی بود که نمیراسی پدری کار میکنه این قانون است، به یک شکل یک قانونی بود. عادت و کل ما عادت کرده بودیم، یعنی اینمی کار باید بکنیم. یعنی خود ما اصلا اما تماس شخصی نداشتیم. خداوند کسی بود که بسیار دور از ما بود و خداوند کسی بود که اگر کاری بد کردی جزای جهنم است.
به این شکل بود که یعنی بسیار زیاد میترسیدیم. بیرون آمدیم، خداوند رحم کرد از خاطر تحصیل. وقتی که دیدم در بیرون شرایط تحصیل شد، دنیا را دیدیم و خداوندی که در قلب ما وجود نداشت، خداوندی که به واسطه یعنی معنانا بود، عنانا به او عنانا در کشور دیگه نبود، آستا دیگه خداوند فراموش میشه. در این وقت یک جوانی است و دیگه خداوند یعنی پول و دارایی بسیار داد و همه چیزی که میخواستیم خداوند داد. یک دفعه آدم فکر میکرد که دیگه فعلا خود ما خداوند هستیم. باز خداوند کاری میکنه که قسمی که پدر و مادر زمینی اولاد خود را تربیت میکنه، یک دفعه زندگی مشکلات خلق میشه که مشکلات بسیار زیاد که به صفر میرسیم و هنوزی مشکلات زیادتر شده میشه، فقط یک چاه میشه. خود را احساس کردیم که میال در چاه هستیم. این وقت اولین است که گفتیم حالی خود ما میفهمیم که در چاه هستیم، نه با مغز و عقل خودی کار کرده میتونیم، اون امکان داره. خداوند اگر وجود داشته باشی نشان بده. واقعا خداوند نشان داد. وجود در اشعیا 45 2 تا 4 نوشته بود. در وقت ما ایمان نداشتیم، ولی عمیق فهمیده بودیم که حالی چون خدا کل مشکلات را خلق کرد، فهمیدیم که خدا وجود دارد. شروع به همه کتابای مذهبی کردیم، تورات، انجیل، زبور، قرآن، و گفتیم خداوند راه را نشان بده، چون خداوند وجود دارد. حالی فهمیدیم که خداوند وجود دارد. اگر میره بخونیم بله، در اشعیا فصل 45 آیه های 2 تا 4 نوشته شده، میگه خداوند با کوروش میفرماید من پیشا پیش تو میروم و کوه ها را هموار میکنم، دروازه های برنجی را میشکنم و میله های آهنی را میبرم، گنج هایی را که در جاهای تاریک پنهانند و ثروت های نهفته را به تو میدهم. بدان که من خداوند خدای اسرائیل تو را به نام میخوانم تا به بنده من یعقوب و قوم برگزیده من اسرائیل کمک نمایی. با وجودی که مرا نمیشناسی من تو را به نام خواندم. آمین. وقتی که از چاه مشکلات خداوند مرا کشید و این کلامی که تا وقت باور نمی کردیم عملی شد، از وقت به بعد ما خود ما دیگه علم درباره خداوند، پشت جستجوی علم در برابر خداوند شدیم. علم مذهبی، همه علم طبی و تخصصهای خود گرفتیم، تاریخ جهانیم. چرا ما خود که طبیب هستیم، وقتی که کس علائم مرض داشته باشه به ما مهم است که علت پیدا کنیم. اگر علت تداوی کردیم دو وقت علائم گم میشه، یعنی تداوی علائم نباشه. دو وقت برای ما مهم است. اگر ما عقیده داشته باشیم ما باید بفهمیم که آیا خدا هست یا نه، یعنی علت عقیده ما خدا. اورا اینا که فهمیدیم، بعد از اون دیگه خواندیم، دعا کردیم و بالاخره خداوند راه همون راهی که به نظر خودم حق و خوب بود به ما داد، سوالای ما حل شد. راهی بود که خداوند گفته، راههای بسیار زیاد در کتاب مقدس نوشته بود که خداوند میگه که شما شب و روز برای ما داد بزنین، یا خدا با کمک ما برسن. ما دعایتان قبول نمی کنیم. چرا؟ اول دستایتان از خون بشوین تا دستان پاک شو، باز ما دعایتان قبول کنیم. دوم، راههای هزاری وجود دارد. عقیده بسیار زیاد است، همه باور میکنه که خدا وجود دارد، ولی خداوند آنقدر عشق و محبت بوده که او گفت که چون شیطان در بهشت انسان بازی داد، برای از اینکه بازی نتاده این دنیا، او خودش را ساخت و این را به همه پیغمبرای سابقه گفته. او خودش گفته هیچ رای دیگه نیست. اگر کس اینمی رای که خود ما انتخاب کردیم پیش ما آمدین، در وقت دعایتان قبول میشه، در وقت ما شما را میشناسیم. و این راه برای ما راهی بود، راه عیسی مسیح، راهی بود که نوشته بود در عهد عتیق از اول ابتدا. اگر در عهد عتیق ببینین، وقتی شیطانی کار میکنه در بهشت،
بازی میتادم آواره خداوند اونجا نوشته کده من جنگ میان تخم زن و مار میاندازم. تخم زن سر مار یعنی میکشه و مار او را میکشه و این تخم زن اگر در کل کتاب مقدس اگر ببینید تخم زن به کی میخوره؟ پیغمبر آمد تخم زن که مسیح پدر دنیایی نداشت از یک زن باکره تولد شد. باز انمو بود که باید به صلیب کشته میشد پیشگویه بود. این شد و گفت که ما زنده میشم باز از سیروت. او زنده شد. بله در کلام خدا در اینجا در یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح میگه عیسی با او گفت من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. یعنی عیسی مسیح میگه هیچ کس به خدا رسیده نمیتونه مگر از طریق عیسی مسیح، یعنی از طریق ایمان به عیسی مسیح. خب خدا را شکر میکنیم از اینکه شما ایمان دارین. یک وقت ما کم مانده، اگر یک کمی در مورد از این صحبت کنین که دکترها همیشه طبیبا به مسائل چیزهایی که ببینن زیاد عقیده دارن، که میبینن مثلا یک کس مریض است ولی بسیار مرضهای روحانی دیده نمیشه. و شما چطور این دو تا را به هم یک جای یا وصل میکنن یا ارتباط میکنن؟ تشکر از سوال. و بازم شایب جان این حرفی که میزنیم این همون چیزی که از خود ما حرف میزنیم. بله روحانی، زندگی روحانی کس دیده نمیتونه. یعنی خود انسان اگر زندگی روحانی داشته باشه و در جسم روحانی او چشم بینا گوش شنوا داشته باشد در وقت دیده میتونه و شنیده میتواند. وقتی که ما رفتیم پیش خداوند گفتیم که تو وجود داری، او وقت دعا کردیم خداوند راه ما را نشان بده. او وقت خداوند چشم روحانی ما را باز کرد، گوش روحانی ما را خلاص کرد، کلام خدا را شنیدیم. و چی کرد؟ وقت گناه را شناختیم. وقتی که گناه را شناختیم خود را دیدیم. او دکتر سابقه که در افغانستان بودیم افتخار با فامیل و قوم بودیم، دوستای زیاد داشتیم. همه میگفت که آدم خوب و ما خودمون فکر میکردیم کارهای خوب میکردیم. یک دفعه که دیدیم که نه دروغ گفتیم. وقتی کار خوب کردیم یک هدف شخصی داشتیم، پشت مقام گشتیم، پشت پول و دارایی گشتیم، دروغ گفتیم، یعنی همسایه را به قسم خوب دوست نداشتیم. همه چیزها را دیدیم اوی گناه بود. همه یک دفعه دیدیم اوی خداوندا مرا ببخش. دو وقت کاملا تغییر خوردیم. ببین عجیب، ما یک جسم داریم، ما همون دکتر نوری هستیم، جسم ما یکی است و در زندگی روحانی ما دو کس هستیم. که اینم دکتری که 20 سال پیش بود دکتر نوری که امروز است، این کاملا فرق میکنه. این علتی نمی بود ما گفتیم تا وقتی که روح ما جور نشوه، تولد از نو نشویم، تا وقت این مشکلات رفع نمیشه و این امراض روحانی باعث مشکلات ما میشه. خب بله. تشکر دکتر صاحب. ما در برنامه آینده بیشتر میشنویم. دوستای عزیز شما را همه را به خداوند میسپاریم. در پناه خداوند باشین و ما به برنامه بعدی باز هم دوباره برمیگردیم. خداوند با شما باشد.